خب امروز هوا خوب بود، ما اومدیم یه جایی که خیلی جالب بود فیلمشو بگیریم نشونتون بدیم کجاست. سلام به همگی. ما اومدیم توی شیکاگو، قدیمی ترین خونه ای که بیلد شده تو شیکاگو در سال 1836. ما هم اولین باره داریم میریم اینجا، با ما باشید ببینیم چجوریه. Okay, it said Clark House Museum. Chicago's oldest house built on 1836. Free public tour, 1827 South Indiana Avenue, of course in Chicago. And that's their website, www.clarkhousemuseum.org. این خونه قدیمیه که قدیمی ترین خونه توی شیکاگو هست که ساخته شده 1836 که الان شده موزه. فقط برای دیدنه، میتونید بعد مجانیه، میتونید هر زمان بیایید ببینید. اطلاعات بیشتری هم اگر میخواهید تو وبسایتش میتونید پیدا کنید. اینم نمای جلوی ساختمون، در ورودی، ستونا، کلا نمای ملک دیگه. ملک ملک قدیمیه، به هر حال ارزشیه. It's under construction, so you cannot go in, but you can see it from here because it's locked. دارن تعمیرات انجام میدن و که تمپرری که نمیدونم چی میشه میده بسته است، نمیتونید توش رو ببینید. من فقط از توی پنجره بچه‌ها نشون دادم. همونجور که گفتم قدیمی ترین خونه‌ایه که تو شیکاگو ساخته. آف کورس اونایی که تو شیکاگو هستن همشون که میدونن اومدن دیدن. این برای بچه‌هاییه که توی ایران دارن نگاه میکنن، بینندگان عزیزی که از همون درخواست کرده بودن که جاهای مختلف شیکاگو رو بهشون نشون. تا اونجا که میتونی جایی که پیدا میکنی هم برای خودمون فانه میبینیم دوباره، هم برای شما فیلم میگیریم. ولی unfortunately این اومده که فیلم بگیریم تو نشون بدیم زده که temporary construction، یعنی دارن تعمیرات میکنن، نمیتونی ببینیم. حالا با ما باشید دور و بر بلدینگ رو بریم نگاه. سمت رو نمیدونم فیلم گرفتی یا نه. سمت باغچه های کوچیک هستش که برای آدم هایی هستن که اگه میخوان
وجتبلش میشه بادمجون کدو از این سبزیجات بکارن میتونن بکارن ولی مثل ماها که ویزیتر میایم حق کندنشو نداریم. اگر که میخواید توی شیکاگو اریا هستید میگه اگه میخواید که تو اون باغچه ها چیزی بکارید باید وبسایتش رو گذاشته باشون تماس بگیرید. فکر میکنم که باید رنت کنید، اجاره کنید. یه قسمت های کوچیک رو میذارن که براتون سبزی کاری چی؟ مزرعه داری؟ نمیدونم چی کشاورزی کنید. خب حالا بریم این برا رو ببینیم. برای قدیمی بودنش خیلی قشنگه. قشنگ محیطش خیلی قشنگ بزرگ بوده، همون بزرگ هم نگرش داشتن. الان کردنش مدل پارک. الان اون میبینید بچه های ایران فقط از درخت بالا نمیرن و ببینید بچه های آمریکا هم از درخت میرن، از هر جا گیر میارن بالا میرن و فقط فکر نکنید بچه های ایران از درخت بالا میرن. اینجا هم داریم بچه های قومی. بیا شده نگاه کن دسته دیدیم بالا رو شده این هم بزنن. در پشتی ساخت بلند. همه ساختن این دور و بر دیگه، همه برج ساختن. یه دونه تکی مونده اینجا. بخون چی نوشته اینجا؟ بخون. Helping hands. Okay. Second line. Memorial to Jane Addams. Jane Addams by Luis Borgios. 1911 to 2010. اون آرتی که اونجا دیدید دستا helping hand، منظور اینه که دست در دست هم می توانید کمک کنید، دست تو دست هم کمک کنید. Do not climb. Do not climb. Chicago Park this. خیلی قدیمی بعد یه قشنگ It's Memorial Chicago District. Park District. Yes, for the kids. Say it for the kids. Do not climb. میگه نباید بپرید. Just say no. گاربیج اینا نباید بریزید زمین. ببین که آگه نکنیه. میتونستیم بریم بریم. Come over here. بچه چوب‌بار هم اینجا داریم. This is the other side of the building. Other side of the building, we'll see from here, we can see, oh, see this, it has a second floor. Can you see this there? What? This house no longer is usable. So the current museum, people can come and see this. But it's under construction. Where is this? در کل And then right side هم garden.
میتونی بیای بادمجون، خیار، گوجه، کلم، همه چی بخری. Yeah, all the houses in United States have to go. Some of them have to be. اینو باید بکوبی بسازی برج. چشم. خونه قدیمی موزه است. برای چی باید بکوبم بسازم؟ این منطقه قیمت زمین رفته بالا. و همه برج سازیه. اون وسط هم آبه. بیا بریم اونجا رو نگاه کنیم. بکوبی برج خوب ازش در میاد. موزه به چه درد می‌خوره؟ به وینتره. برای چی باید بارو را کنیم؟ آب نداره. میتونی با بحر اینو با آب میخواه بری توشو ببینی؟ چیه برو میتونی ردیه بالا که میبینی کلش حیات خونهه بوده. بعد چی کارش کردن؟ یه دو سه تا گلکاری اینا کردن. هنوز دارن نگرش میدارن که بیان ببیننش. خیلی بزرگ بوده حیاتش. حیاتش هم دو تا در داره. میبینی یه در به کوچه دیگه است. این به کوچه دیگه است. اون وقتی که ما اومدیم به خیابون اصلی. جایی که ما وارد شدیم خیابون اصلی بود. See? What is this popcorn for? که نیام. ساختمان‌ها همه قدیمی. ببینید چقدر ساختمان‌ها قشنگه. شیکاگو بناهاش همه اینا قدیمی این ساختمان‌ها. ببینید اینا همه خونه‌های قدیمیه. ببینید چقدر قشنگه. What should we do? ببینیم بعد چه میشه بعد به جای قصد خیلی مشکله. ببینید دستایی که اینجا رو دست نمیزنم بهش سعی میکنم همینجا بگیرم. همین بناهای خونه‌های قدیمی شیکاگوست که شیکاگو رو خوشگل کرده. به قول ایرانی ها منحصر به فردش کرده استیت زیبای شیکاگو. I think it should be a street. You can't give it up. You see? خونه ها بکنم توشه. Wait, show us inside the house. Yeah. Whose house is this? Same house. Whose house is this? I know it's the same house, but whose house is it? Somebody, I don't know, long time ago. این هم خونه بغلی اون خونه است. فقط نمای ساختمون و لایه اضطراری بغلش خیلی بزرگه این خونه. البته کسی توش زندگی نمیکنه. خب دیگه خونه تمیزیه.